نه رزونه خشو بشینه حالا نره شروع تا میکشم فهمیدی؟ اگه دا کارت چیه پامون نورا شد بمیتا خیلی او دنگلیش ایجابی ها کیه گودا ای مشهور اینه می اپاتو استاد کنفو ماش بکنه هلی کنفو نگفتی سینا بجا کده نگفته اولی ولی هیچیم نگفتم مثلا نگفتم که سماور کلانترک بیا آخه آنه سماور بچه خدمه بردم آخه سماور تو خطی آتای مثلا مکنه آتای دارم میرم قشکم بزنم هنوز ولاس اسمم که چیکار میکنی ولاس داده همه در پیش خش تا رو افتترک کن رحیم پرودکشن این را ببین حیفی این دست ساعت نقش رو کدگی این سماور این را ببین چه کدی؟ مثلا نگفتم که سماور کلانترک بیا آخه آنه سماور بچه خدمه بردم آخه سماور تو خطی آتای مثلا مکنه آتای دارم میرم قشکم دارد ده تایره به دوشا سر نمکنه چه آخه سماور کلان خدمه مثلا بچه خدمه بردم ایدر تو کار یاد نگرفتی نگرفتی آخه من راست شد اولاد دخمه کتن اولاد هم واسه دخمه با اولادای من چی؟ با اولاد دختر تا بیو یا کلون بیو ای زنم هنوز ولاس اسمم که چیکار میکنی ولاس داده همه در پیش خش تا رو افتترک کن با مده چی فایده؟ بعد توی تا یک چلای کیلو چلای کیلو؟ یک چلای کیلو یک گوشت کیلو انیق هست تمام جان یک هفته ولاس دست خودت در پیش خونگیتون افتترک کده بگه اما زنم بدار رسی سر بیون او مردکی لیسین سر چیکار میکنی؟ دایی میمونو دیگره خود ببرم بلاش قدم نمیرسه کو من نفهمیدم که لیسین سر در همه جا میبینم ای زنم گوش که لیسین سر جمعون اینم یک گوش پشت میکشه برای لکورا بشنو دایا جو اول همه هم تیز همون ده همه میشه مالی نرفتم بتاوا گلی کو بتاویم بچه کو بیایم بچه جانم بیایم بشینه اینجا شوربا بخوریم بیایم او بچه جانم بشینه خالی شروع بکنه نه رزونه خشو بشینه حالا نره شروع تا میکشم فهمیدی؟ اگه دا کارت چیه پامون نورا شد بمیتا خیلی او دنگلیش ایجابی ها کیه گودا ای مشهور اینه می اپاتو ای گوشه سرکه شد ای مردک سرشو نکنه ای او بالا ای راستی زمان کشکر افغان داشت برم راستی مردک های بال شده هم کودک اکر سر کدی اکخه کجا میکنه ای زمان تو همه را نفهمم دقیق بشم کودکان نفهمم که ما 11 چاشاشنم حالی میفهمونم شو نخیر بیا چیکار میکنی بکش شوربات خواهد چیکار نمی لسی سر جمع با لسنی سر بانم اکن لسی سر ما نگی جا بانم شد همین جمع اینجا بانم شد میشه جمع شاخی بسم الله الرحمن الرحیم بقید کارزه با چپانه شما تو باز نکن یودا بیدی زونه میرسا انا بیو خواهی پرتم شد ها برید انا مهارتیست بیستر او جمع نه رو جمع برم بسم الله بگی دفش که تبستر ای مردک سبه با اون رشت خطی میزنی چکار کنیشه بگی برا بگی برا حالی کارت میایه با شکر میاد آخی حالی در نهی بر بالای برامدن دک در برامدن لیسنسه میمونی پیش آینه برامدن در لیسنسه حالی شودم در کارت میشه ها خدی که برا گلی با میگه هیچ کار میکنم بیا استاد ای السلام علیکم السلام علیکم نازه که چیلا سلامت خدا جناب یانگامو نازه ای چیلا جو اول زنکلوش دکو کاوی داداس ای کیه چیلا
ما دایجا ماش بکنیم یو چیلا یانگه را نگفتی؟ نه هی یانگه ای چیلا چه تعریف نه ناز نمیبینم سکرات چمپیون این استاد مونه استاد کنفو ماش بکنیم خیلی کنفو نگفتی؟ سیرا باجو کده نگفته اولی نه ولی هیچ چیم نگفته این معلمه ما استاد چیفو کیا کنه کینو درس میتیا خیلی که نگفتم نه نگفتم سکرات چمپیون نه آی چمپیون دیگه معلمه بزگره خیلی خیلی کم راشدا های چیلا میاده بزگرین بدرین ایزا نکشین بدرین نکن ایزا نکشین بدرین بچه شما بدرین یکم یوردان کنم نه بزگرین اکا چیلا نمیشنیم با مال سالا بیا برو که میمونه با قدر عقد دارم باشه شاگردا بابا خدا یکم چیزی که در خونتون نداره همون را بخره فهمیده چیه ارزانک نخره خدای دیم وقتی صاحب خونه آمد کو خطانه سریاز نمیگیره که بوتا شما گشنه نیستید فهمیده گشنه نیستید انا خدای سیم گوش کنه شاگردا خدای سیم هجوم با طبق مایمودا سیو نیستای مایمودا نکش نیستای بخره معلمه بخره شما خیلی گفتن که چیزایی که در کره ارزونک نخرین خوشبی فقط نانه پیچینوی ارزونک خورده سای یک خوش اتلا چی گفته بودم قایده یکم چیه که در خونه تو نداره هوا را بخور این تو چی؟ این که پچینی ارزونک نانی ارزاد خورده استی راست میگم آخه ماما ها خورده استم و دیده سم خورده استی این که چیه ارزونک اونو چه سه موندگه این منن موندگه اشکالات این هم چه قیمت این حال گوشت پوشت میاره این تو نانی محشر خورده استی پچینو که ارزونه ابله ما تو را نگفتم که چیزایی که در خانه تو نست هوا را بخور راست میگم دایما ها آخه شما خودم گفتگو ها چیه نداره هم را بخوره راست آخه معلمه جان ما هم چیزایی گفتگی تا یکم چیزا نداره چی؟ آقای جولخان سلام علیکم پدرتان خونده؟ گرزنی کی همسایت؟ سلامت باشی خاله بیر آقای جولخان هلا بله همسایت سلام علیکم بیا بدرو سلام علیکم ببخشید همسایت نه سوزای تیجه کار سوزای شکر کنم خیلی کامنامه نمی تو شجایی امی کار بسیار دارم کار بسیار دیگه تیجه شکر خدا سوز کار سلامت باشی نه وای کار اومدیم زنک مهمونی رفتم در جای زنک خونه نیست ببخشید شب تشویش دادیم اکا میدونی چی ها یک چوینی در کورس نه چوینی که شما دا خونه در چوینی در کورس نه اخترم چوینی که بیاد ببخشید اکا مای برای همسایه جون اونم میتیم علی سلامت باشه من گفتم خونه همسایه برو گفتم همین خونه اکا جولخان برو گفتم اینا از یو چوینی سلامت باشه مایل سحر ببیارم بعد نسیم مایل سلامت ببخشید اکا تشویش دیدیم مایل خوب اومدن که ما چه کی باشو بیا همسایه بیا
بیو بدرو میبخشی اکر دارمی شبی تشویش دادم در هیچ گپ نیست خیلی اکرم میکرد میشیده بیو بدرو نه اکر جان رحمت خیلی همی کم بودی در کار آمی چای کو چی کنی؟ آدم تخپزونک سکوارات کار سکاروکا؟ ها دکونه؟ دوری اکر هست میبخشی همون سکوارات دختر جان؟ سلامت باشی اکر اما تخپزا که بیار بچه سکاروکا اینه هم چه ای رحمت مرحمت میبخشی اکر شبادی سحر بیارم شنان مایل تشویش دم داده تشویش نکن شامه تشویش نکن خوب مایل سر میرم میشه کی باشم؟ بیو همسا بیو سلام علیکم بیو میبخشی سوزه تیجی بار دیگه نازی هیچ گم نه شکر سوزه تیجی کارو سوزه همه تنجی اگر تشویش دادیم دم میبخشی خیلی تیجی بود چیز تنجی اما چونی که بردیم پیولش نبردیم بکر پیولا ده دانه پیولا پیولا دکور پیولا دختر جان دو پیولا بیار دختر جان دو پیولا بیار اینه همسایه پیولا میبخشی که تشویش دادیم مایل همسایه چه سحر بیارم شما مایل سر رحمت میبخشی تشویش مایل ایک باشم دایی نمیشه آباش بیا همسایه بیا میبخشی میکنه که میبخشی همسایه بیا شما را بیا که پیولا شد نه سلامت باشی که میبخشی که همیشه شما را تشویش دادیم هیچ گپ نیست خامتیم چی نه همسایه آدم مایل یعنی چیز میبخشی که همیشه تشویش دادیم شما را همسایه جان اما نه اگر که در کار نمیبود نمیپرسیدم خدمت گپ زدم چی خدمت کنم همین چی از کو درزمول همین اوتی حوزه زیاده خیر دوری اکا دختر جان هم دستمالا بیار رحمت اینه همسایه هیچ رحمت اکا جان اد بی چی اکا همسایه لبای اوخی تام همین شاو تو سر اومده رفتن بگیری دیگه نه اکا نه خیلی اوخی همسایه پیولا بوده چورینگ بوده اوتوک بوده درزمون بوده خار بوده مزور بوده ایشا بوده اوشا بوده اوخی جا بالو تو خوستاوره میبخشی همسایه تو همیشه چون در خونت نداری همسایه ما داشتم خواهی همین سحری کم ترک انگار قد شوخی کردیم خواهی آی کار بیام همه میورا قدش گرفته بور رفته